میدی با چشمات دیگه تکون بخور آقا کمال. یعنی چی؟ آقا کبابی 2 تا کوچه بالاتر اشتباه اومدی. ما بوی کباب و سنگک خوبه خودتون برای من لوس نکنینا. من صابر نیستم. سیستم مدیریتی من اجازه این لشبازی ها را نمیده. گرفتین؟ من نمیدونم توی خانواده چه اتفاقی افتاده. اون یکی رو صبح گرفتن زور ولش کردن، یکی اومده بعد از اون صاحب نونوایی شده. اینجا من انتخابه وایسا ببینم. برای آخرین بار بهت میگم یه بار دیگه جلو من پاتو رو پات بندازی لم بدی یه تیپا میزنم در گوشت پرتت میکنم بیرون. شیرفهم شد. بله خوبه. از کجا باید شروع کنیم؟ فکر میکنم از تنور باید شروع کنیم. پشت سر من بیا. چشم